مذاکره با آمریکا برای مسئله هسته‌ای و شاید برای مسائل دیگر بنبست محضه، یعنی هیچ راه درستی وجود نداره برای این کار. برای اون البته مفیده. رئیس جمهور فعلی آمریکا اون مفید، اون سرش بالا خواهد گرفت، خواهد گفت من ایران رو تهدید کردم، او رو آوردم تا این میز مذاکره نشوندم. اما برای ما ضرر محض. مذاکره بخواد شکل بگیره فقط بحث هسته‌ای خواهد بود. در این قرارداد بنا شد که ما در مورد هسته‌ای این کارا رو انجام بدیم. اونا هم در مقابل تحریم ها رو بردارن و بعد از 10 سال پرونده ایران در آژانس هسته‌ای بین‌المللی به شکل عادی در بیاد که 10 سال مده. اون وقتی مسئولین کشور آمدن پیش ما گفتن 10 سال، من گفتم بابا 10 سال یه عمره، چرا 10 سال رو قبول میکنید شما؟ گفتن چنین چنان، بنابراین 10 سال هم قبول نکنن و قبول کردن. به هر حال 10 سال همین روزا تمام شد. امروز شما ملاحظه کنید نه تنها پرونده عادی نشده، بلکه مشکلات هسته‌ای کشور در شورای امنیت سازمان ملل و در هسته‌ای مضاعف شده، چند برابر. اگر چنانچه شما مذاکره کنید با طرف مقابل اونجوری که او میخواد قبول کنید، که خب این تسلیم و ضعف کشور رو نابود کردن شرف یک ملت. بنابراین مذاکره درستی نیست. تجربه ها رو فراموش نکنیم، این تجربه این 10 سال گذشته رو فراموش نکنیم. ولی واقعا اگر که برجام بد بود، خب اسنفر شما رو برگردون به بنداز برجام. حداقل 10 سال کشور رو از اون برنامه ها دور کرده در آورد.